هستم. مجددا به چنل کول پراجکت خیلی خوش اومدید. یه کار خیلی باحال داریم امروز، میریم تستش میکنیم. یه زیردریاییه. اول ساختش رو با هم میبینیم، بعد تستش رو که توی استخ گرفتیم با هم انجام میدیم و ویدیوهاش رو میبینیم. اتفاق خیلی باحالی افتاد، تجربه خیلی جالبی من داشتم توی این ساخت زیردریایی. حالا من یک دو جا دیده بودم که پیشنهاد داده بودم با ظرف غذا ساخته بشه، میریم ببینیم که آیا حالا کاملا جواب میده یا نه. موتورها خیلی خوب کار کرد، خیلی تجربه جالبی بود. اکثر دوستان حالا ممکنه که قایق ساخته باشن ولی زیردریایی کمتر تست شده و خیلی اتفاق خوبی افتاد تو ساختش. امیدوارم که شما ببینید، خوشتون بیاد. اگر نظری مورد داشتید برامون کامنت بذارین یا ایمیل بزنید و من سعی میکنم که همه رو به سرعت جواب بدم. مرسی. خب اینم از این. زیردریایی رو میریم تست بکنیم. تو اولین تست ممکنه که یا زیردریایی روی آب بمونه که با پیچ و مهر و چیزایی که آوردم احتمالا سنگینش میکنم جوری که بره وسط آب وایسه و ممکنه که خیلی سریع بره زیر آب که یه مقدار فوم احتمالا بهش اضافه میکنیم. این دوربینم گذاشتیم که در نهایت زیر آبم فیلم بگیریم و ببینیم اون پایین چه خبره. یه تست اولیه هم انجام میدیم
برای موتورا که داره درست کار میکنه. برعکس حالا این چیزایی که فنایی که کمک میکنه که بالا پایین بشه زیرریایی. واقعا مطمئن نیستم که 100% کار بکنه، ولی حالا تست میکنیم و میبینیم که چه اتفاقی میفته. فقط چیزی من خیلی مطمئن نیستم این ظرف غذاست که ایرانیه. فرم خیلی خوبی داره، کاملا آرودینامیکه، جلو عقبش گرده، کمک میکنه که تو آب حرکت خوبی داشته باشه. فقط مطمئن نیستم اینجا آب وارد نشه و چون کلی سیستم الکترونیک اون تو داریم تصمیم گرفتم که دورش رو با چسب حرارتی یا چسب تفنگی کاملا سیل بکنم و بعد داخل آب قرارش بدم. یه تست بگیریم ببینیم که اوضاع آب دهنش چجوریه. خب توی آب که نمیره، باید سنگینش کنم. خیلی هم باید سنگینش کنم، اصلا توی آب به راحتی نمیره. خب امروز میریم برای تلاش دوم. خیلی سنگینش کردم، توش ابزار و پیچ و هرچی که بود گذاشتیم تا تست کنیم ببینیم که تو چه عمقی قرار میگیره. الان احتیاج به یه زیردریایی دیگه داریم که بیاد زیردریایی اولی رو نجات بده. A few minutes later.
اتفاقی که افتاد اینه که رادیو کنترلمون زیر آب آنتن نمیده. البته بهش فکر کرده بودم ولی رادیو کنترل خیلی قوی بود، یعنی توی فضای باز، حالا برای وسایل پرنده فکر می‌کنم حدوداً 3 کیلومتر برد داشت که من امیدوار بودم زیر آب حداقل یه متری بهمون برد بده، ولی ارتباط رادیو فکر می‌کنم تو عمق 30-40 سانتی متری قطع میشه. حالا ما مجبوریم که تو سطح آب ازش استفاده کنیم، تو عمق 10-20 سانتی متری. حالا بریم ببینیم که ادامهش چی میشه. خب ببینید، چیزایی که من تجربه کردم، سیستم موتور اینا که همه چی اوکی بود و بالا پایین جلو عقب خوب کار میکرد. مهمترین نکته‌ای که پیش اومد این بود که به نظر من این ظرف غذا میتونه یه چیز بزرگتر باشه، به فضا بیشتری برای تجهیزات داخل شما نیاز داریم. نکته دیگه این بود که خیلی خوب آببندی نبود، یعنی حتی من با اینکه چسب و چیزای مختلف سیلیکون و چسب حرارتی استفاده کردم، این ظرف مناسبی نبود. حالا تا عمق 20 سانت اوکی، ولی وقتی میره پایین‌تر دیگه در نهایت یه مقدار آب داخلش میشه و ورود آب اونجوری بود که من ترسیدم که وسایل الکترونیکی توش آسیب ببینه و سیستم رادیو کنترل اون از بین بره. دیگه بیخیالش شدم و بیشتر از اون عمق زیاد نکردم. نکته دیگه این که بهتره به نظر ظرفایی که در گرد داره استفاده بشه، یعنی درایی که حالت استوانه‌ای و سرشون یه در گرد داره. منتها بحث آببندی خیلی چیز مهمیه. نکته دیگه این که خیلی باید سنگین باشه، یعنی من موقع تست توی این زیردریاییمون رو فکر می‌کنم که حدوداً 4-5 کیلوگرم قطعات فلزی قرار داده بودم و بعد از اون بود که رفت زیر آب. نکته دیگه این که من دیدم بعضی از دوستان، حالا نمونه‌های ویدئوهای خارجی، میان از سرنگ استفاده میکنن، به سرنگ موتور میزنن که اون سرنگ با جلو عقب رفتنش حجم هوای داخل زیردریایی رو کم و زیاد میکنه که به کمک اون بالا پایین بره، ولی خیلی خوب کار نمیکرد اون سیستم و من کلا اون سیستم رو استفاده نکردم، چون دیدم یا معمولا میومد روی آب یا میرفت کف استخر و درست عمل نمیکرد و اتفاقی که میافتاد این بود که نمیتونه زیردریایی کاملا همیشه وسط آب بمونه. حالا چند تا فیلم تست هست با این دوربین زیر آب گرفتیم و ویدیوهای دیگه از حالا مراحل تست و اینها که بهتون نشون میدم. نکته بعدی رادیو کنترل بود که اگر من بخوام تست بعدی رو بگیرم باید احتمالا یه سیم خیلی بلند بکشیم تا سطح آب و آنتن رادیو کنترل به اون سیم وصل کنیم که ارتباط اون قطع نشه. مشکل دیگه که داشتیم بود که رادیو کنترل در واقع از عمق 20 سانتی متری به پایین به هیچ عنوان کار نمی‌کرد و ارتباط قطع می‌شد. حالا نکته‌ای که هست اینه که من تصورم بود که حداقل دیگه ما 1.5-2 متر تو عمق آب ارتباط رادیویی داشته باشیم، ولی این اتفاق نیفتاد و واقعا نهایتاً تو 30 سانتی متری ارتباط رادیویی رو از دست میدادیم. حالا این نکته بود که توی این زیردریایی تجربه کردیم و امیدوارم که حالا از این تجربیات شما بتونید تو نمونه بعدی خودتون استفاده کنید و تا تستایی که اینجا داشتیم لذت برده باشید. مرسی.